سلام. این هفته معرفی فیلم مریج استوری رو داریم. مریج استوری یا داستان ازدواج. What I love about Nicole. She's a great dancer. Infectious. فیلم مریج استوری تو ژانر کمدی درام هستش با کارگردانی و نویسندگی نوآ بامبک. نوآ بامبک یا نوآ بامباک. She's competitive. What? بازیگرانش آدام درایور، اسکارلت جوهانسون و لورا درن هستن. ساخته سال 2019، توزیع کنندش نتفلیکس. در رابطه با نوآ بامبک اگه بخوایم توضیح بدیم، کارگردان سینمای مستقل آمریکایی هستش که از ساخته‌های موفقش میشه به فیلم فرانسس ها اشاره کردش. What I love about Charlie is undaunted. He never lets other people's opinions or any setbacks keep him from what he wants to do. خلاصه داستان فیلم راجع به یک زن و شوهر هستش که میخوان از همدیگه طلاق بگیرن. مرد کارگردان تئاتر و زن بازیگر. کلیت فیلم در رابطه با اینه که این کشمکش های طلاق این دو زوج و حضانت کودک با کدومشون باشه این داستان شکل میده. I thought we should talk. Okay. I don't know how to start. در رابطه با جوایز این فیلم توی گلدن گلوب کاندید 6 بخش شد. بهترین فیلم درام، بهترین بازیگر نقش اول مرد برای آدام درایور، بهترین بازیگر زن برای اسکارلت جوهانسون، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای لورا درن و بهترین موسیقی که موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو خانم لورا درن توی گلدن گلوب دریافت کنه. اما اسکار 92مین سری اسکار این فیلم کاندید دوباره 6 مورد دیگه 6 بخش دیگه شد. تو بخش بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین موسیقی فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل زن همون خانم لورا درن که موفق شد باز همون جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو اما نمرات فیلم ما توی بخش معرفی فیلم هامون از 2 تا سایت مرجع استفاده میکنیم برای نمرات. اولین سایتمون IMDb هستش که طبق نظر مردمی و رأی آدم‌های عادی برگزار میشه و نتیجه گرفته میشه ازش و یکی هم روتن تومیتوز که روتن تومیتوز رو منتقدین نمره میدن و با نمره منتقدینه. برای این فیلم نمره 7.9 رو از 10 از سایت IMDb گرفته و نمره 94% رو از روتن تومیتوز. With you, my life. Life has been so wonderful. امیدوارم این فیلم رو ببینید و ازش لذت ببرید. تا برنامه دیگه و معرفی دیگه خداحافظ.